حرف بزرگی زد. گفت فقط درمان این درد توسط گوشت شاماران فراهم می شود. پس به سربازان بگویید بگردند و هر چه می توانند از شاماران پیدا کنند. شاماران به من قسم داده بود که هیچ وقت راجع به این منطقه با هیچ احد و ناسی صحبت نکردم. عیناً همین کار رو کردم. حتی به خانواده خودم هم هیچ چیز راجع به اون مکان شگفت‌انگیز نگفتم. اونجا بهشت بود. بهشتی که هیچ وقت تجربه نکرده بودم. پس نمیخواستم با کسی شریک بشم. برای همین لام تا کام صحبتی نکردم. اونها تمام شهر رو گشتن و پی بردن که من حدوداً چندین ماه از خانواده خود دور بودم. پس من رو پیدا کردم. اونقدر زیر شکنجه نالیدم تا مکان معشوقه خود را لو دادم. سرافکندگی رو توی چشمای من میشد دید. اونها چاه رو پیدا کردن و وارد چاه شدن. اینطور به من توضیح دادن که مارها سربازان بسیاری رو مسموم کردن و از بین بردن، ولی همچنان شاماران مثل یک بانوی قدرتمند وارد میدان شد و خودش رو تسلیم کرد. وقتی زیر شکنجه بودم صدای فریادهای شاماران رو شنیدم که قسم میخورد من رو میبخشه.